سلام خدمت دوستان عزیز که در یوتیوب روی این ویدیو کلیک کردن و الان همراه ما هستن. خب شاید یکی از دلیل‌های کلیک کردنتون روی این ویدیو این بوده باشه که براتون جذاب باشه که من چجوری میتونم ماهانه دلار درآمد داشته باشم. خب غرض از این ویدیو و ساخت این ویدیو این بودش که من یه شرکت سپرده‌گذاری یا سرمایه گذاری رو به شما معرفی کنم به نام ترینوست. شاید نامی غریب نباشه و یه سری از دوستانی که این ویدیو رو الان دارن نگاه میکنن این شرکت رو شنیده باشن و تو سایت های مختلفی دربارش خونده باشن که سایت کلاهبرداریه، سودی به شما نمیده، پولتون رو بر میداره. برای اون دسته از دوستانی که رفتن تو سایت ها خوندن میتونم به جرئت بگم که یه همچین چیزی نیست و دلیل و منطق هایی دارم که اگر تا انتهای این ویدیو با من باشید بهتون میگم که چرا یه همچین چیزی نیست. برای اون دسته از دوستانی که تا حالا اسمشو نشنیدن، شرکت ترینوست یا سپرده‌گذاری ترینوست یه شرکتیه که شما هر چقدر در آن سرمایه بذارید به شما ماهی 10% از سرمایه‌تون رو برمیگردونه. به فرض مثال اگر 100 میلیون تومان بذارید ماهی 10 تومن، 50 میلیون بذارید ماهی 5 تومن، 5 میلیون بذارید ماهی 500 تومن و غیره به شما برمیگردونه. خب حالا درباره این شرکت بخوایم بذاره صحبت کنیم. خب یه 3 تا سوالیه که دوستان خیلی از من میپرسن، خیلی زیاد. اینه که آیا این شرکت اصلا کلاهبرداری هست یا کلاهبرداری نیست؟ خب من از اول ویدیو بهتون گفتم که همچین چیزی وجود نداره، یعنی این شرکت کاملا صحیحه و این شرکت کلاهبرداری نیست. خب این شرکت وقتی اسمش میاد، حالا در ادامه ویدیو وقتی درباره راه‌های درآمدزایی صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن دوستان عزیز میرسه یه شرکتی بودش که چندین سال پیش فعالیت میکرد به نام گولد کوست. خب من از همین الان بگم که این شرکت ترینوست با شرکت گولد کوست زمین تا آسمون با هم فرق دارن. یکی از بزرگترین فرقاش این بودش که شرکت گولد کوست یه شرکت بی پدر مادری بودش که هیچ جا ثبتیتی نشده بود، هیچ اسنادی نداشت، هیچ مدارکی نداشت. فقط یه مقدار افراد سودجو بودن تو این مملکت که با باز کردن یه سری دفاتر و ورقبازی و امضا از شما یه پولایی رو گرفتن که جیبای خودشونو پر کردن. اما شرکت ترینوست به این صورت نیست. شرکت ترینوست در بستر ارزهای دیجیتال داره فعالیت میکنه و تمام تمرکز و بیس و ساخت این شرکت و سایت روی بستر وب 3. خب حالا یه سری از دوستان شاید بپرسن بگن وب 3 چیه؟ وب 3 به نسل نوین و جدیدی از اینترنت ها میگن که خیلی از کشورها از جمله کشور خودمون داره روی این موضوع مقاومت میکنه که اصلا به سمت وب 3 نره. یه نکته خیلی مهمیه تو وب 3 که مطرحه، این که ما چیزی به اسم پنهانکاری نداریم. توی وب 3 همه چی شفافه، همه چی با اسناد و مدارک قابل رؤیته. به فرض مثال اگر بخوام بهتون بگم، اگر شما آدرس کیف پول یکی از دوستانتون رو داشته باشید که سرمایه خاصی هم توش باشه، قابل دیدن باشه، خب اون هیچ موقع نمیاد به شما بگه که آقا من انقدر سرمایه دارم این کارو دارم میکنم. ولی وب 3 اومده این کارو کرده. یعنی شما آدرس کیف پولشو داشته باشید، میتونید ببینید که این دوست شما کی اکانتشو ساخته، اولین بار چه مبلغی واریز کرده، چه چیزایی خریده، چه کوینایی خریده، چه توکن هایی خریده، چقدر پول برداشت کرده، چه NFTی داره، چه اسناد مدارکی داره، همه چی شفافه. پس شرکت ترینوست اولین و مهمترین اصلش اینه که رو بستر وب 3، یعنی همه چیش کاملا شفافه. بعد از اینکه روی وب 3 فعالیت کرد، خب اومد یه سری مدارک و یعنی تاییدیه هایی رو از آمریکا و اروپا گرفت برای فعالیت گسترده خودش به نام FDA و CRA که جفت اینا رو اگر برید بخونید دربارش مطالعه کنید میبینید که مدارک معتبری هستن برای ایجاد وبسایت های رمز ارز و سرمایه گذاری. بعد از اینکه این مدارک مورد تایید قرار گرفت
و انجام شد، اومد با یک صرافی خیلی بزرگ که حالا اسمش هم بانک هم میتونید بذارید به نام بایننس شروع به فعالیت کرد. حالا من اینجا تصویری از نمای بایننس رو گذاشتم که همه کوین های موجود در دنیا در این وبسایت داره خرید و فروش میشه. پس اومد به یه پشتوانه‌ای به نام بایننس روی بستر BNB، روی بلاکچین BNB شروع به فعالیت کرد. حالا موضوع یه سری از دوستان شاید بپرسن بگن آقا این بلاکچینی که گفتی یعنی چی؟ ببینید شما بلاکچین رو اینجوری در نظر بگیرید که هر تراکنشی که توی دنیا اتفاق میفته روی یه بلاک نوشته میشه که این بلاک ها به صورت زنجیروار به یکدیگر وصلن که بهشون میگن بلاکچین، که غیر قابل تغییر و غیر قابل حذف کردن. یعنی هر اتفاقی که میفته شما میتونید رؤیت کنید که چی شده و چه اتفاقی افتاده. برای مثال کاملش اینجوری بذار خدمتتون عرض کنم که شما فکر کنید بانک مرکزی هر روز ساعت 8 صبح یه اعلامیه بچسبونه سردرش تمام تراکنش هایی که روز قبل در ایران اتفاق افتاده رو به مردم نشون بده و مردم بتونن ببینن که چه پولایی جابجا شده. این دقیقاً کاریه که بلاکچین داره انجام میده. پس این شرکت اول و مهمترین اومد روی بستر شفافیت که روی وب 3 طراحی شد، اومد به مردم گفت مردم هر چی میخواید از من بدونید ببینید و لذتشو ببرید. من چیزی برای پنهانکاری ندارم. من شرکتی به اسم شرکت گولد کوست نیستم که یواشکی کارامو انجام بدم. مردم ببینید که من 2 مجوز گنده دنیا رو به نام FDA و CRA گرفتم و با یه صرافی خیلی بزرگ تو دنیا به نام بایننس در حال فعالیتم که همه فعالیت های من روی بستر بلاکچین در حال نوشتنه. خب خود این اتفاق اتوماتیکوار 50% ضریب کلاهبرداری رو میتونه بیاره پایین. چرا میتونه بیاره پایین و چرا میاره پایین؟ من تاکید میکنم که میاره پایین. چرا این اتفاق داره میفته؟ چون بابت این که به مردم اطمینان خاطر بده داره هزینه بابتش پرداخت میکنه. این شرکت دارای یه توکنه به اسم تریکو که اسمش هم اینجا براتون نوشتم، اگر نگاه کنید هستش. تریکو اسم توکنشه. حالا یه سری از دوستان میپرسن میگن آقا این چرا توکنه بقیه چرا کوینن؟ ببین فرق کوین با توکن تو این موضوعه که کوین ها مثل اتریوم کوین، بیت کوین کوین، تتر کوین، اینها دارای یک بلاکچینی برای خودشون هستن که متعلق به خودشونه. مثلا به فرض مثال بخوام بگیم بانک ملی هیچ وابستگی به بانک مرکزی نداره، برای خودش اصلا یه سیستم بانکی داره. اگر برای خودش یه سیستم بانکی جداگونه داشته باشه اسم واحد پول بانک ملی رو میتونید بذارید کوین. توکن چیه؟ توکن میاد میگه آقا من همون کوین رو درست میکنم، همون ارز رو درست میکنم، ولی دیگه نمیام یه هزینه سنگین بخوام بدم برای خودم سرور بذارم، برای خودم نمیدونم بلاکچین درست کنم. خب این کارو یکی دیگه به نام بانک مرکزی برای من کرده، پس من میام از بانک مرکزی استفاده میکنم. مثلا بانک صادرات میاد میگه آقای بانک مرکزی شما سیستم شبکت رو به من بده، ولی من فضای داخلیمو یه جوری طراحی میکنم که شخصی مال خودم باشه، ولی از زیرساخت‌های تو دارم استفاده میکنم که پول برای مردم جابجا کنم. توکن ها هم همینن. توکن ها یه نوع رمز ارزن، یه نوع کریپتوکرنسی هن که برای خودشون بلاکچین خاصی ندارن، میان از یه جای دیگه، از یه زیرساخت دیگه خودشون رو تامین میکنن که تو این موضوع شرکت ترینوست اومده از صرافی بایننس یعنی از BNB، از بلاکچین BNB داره این کار تراکنش رو انجام میده که یه هزینه‌ای به عنوان مالیات به اینا پرداخت میکنه که آقا خیلی ممنون شما دارید از این موضوع استفاده میکنی، من دارم میذارید ازش استفاده کنم، این هم هزینه شما. فقط BNB نیست، با تتر هم همین قراردادو داره، با بلاکچین بیت کوین هم همین قراردادو داره،
با بلاکچین اتریوم هم همین قرار داد و غیره که حالا ایشالله تو ویدیوهای بعدی اگر ببینم دوستان تمایل دارن اصلا 0 تا 100 ساخت اکانت، سرمایه گذاری، واریز پول، همه اینا رو بهتون توضیح میدم. خب من اینجا یه فضایی بهتون گذاشتم، اگر سایتش رو نگاه کنید به اسم blockchain.com. توی این سایت blockchain.com این همون شفافیت هست که من به دوستان گفتم. اون بالا که برای سرچ کردن هست، برای جستجو کردن هست، شما هر آدرس کیف پولی رو بزنید، هر زیرساخت شرکتی رو بزنید و دکمه سرچ رو بزنید، به شما نشون میده که این کیف پول کی ساخته شده، این شرکت کی تأسیس شده، این کیف پول چقدر ترانزکشن توش داشته، چقدر پول جابجا کرده، چقدر واریز کرده، چقدر تراکنش داشته. همه چی رو تو اینجا به صورت شفاف به شما نشون میده که خود شرکت ترینوست هم در داخل این مشغول به فعالیته. یعنی شما هر تراکنش، هر ترانزکشنی که توی این شرکت انجام بدید و توی این blockchain.com ثبت رسمی براتون میکنه. یعنی شما اسناد دارید برای این کار. عرضم به خدمت شما که خب پس وقتی که یه سری از دوستان میان میگن که این شرکت کلاهبرداریه، 2 تا احتمال بیشتر برای من نداره. یا به اندازه کافی سواد ندارن که بلاکچین چیه، وب 3 چیه، رمز ارزها به چه سمتی دارن حرکت میکنن، یا این که اصلا این رمز ارزها بر چه پایه‌ای دارن فعالیت میکنن که میان یه همچین حرفی رو میزنن میگن کلاهبرداریه. مثلا خب من همه چی رو با مثال، چون قرار بود به شما یه سری اسناد بگم، همین اولین سایت سیگنال که اومده این شرکت رو نقد و بررسی کرده و گفته خب کلاهبرداریه. خب اگه بخوایم اصل این موضوع رو بگیریم، خود سایت سیگنال اصلا هیچ مجوزی برای فعالیت نداره. نمیدونم حالا دوستانی که با این بازار یه ذره آشنا باشن میدونن که توی قسمت رمز ارزها چیزی به اسم سیگنال دادن کاریست بسیار غیرقانونی و تو هیچ جای دنیا مورد قبول واقع نمیشه. پس کاری که داره میکنه، داره سیگنال میده به مردم چی کار کنید چی کار نکنید، خودش یه کار غیرقانونیه که همون سایتی که اومده این شرکت رو نقد و بررسی کرده تا همین روزی که داریم صحبت میکنیم بالای 100,000 نفر رو لیکوید کرده. لیکوید به معنی اینه که سرمایه کاملا صفر شی، یعنی هیچی دیگه واسه ادامه بازی نداشته باشه. همون شرکت این کارو کرده. خب ولی حالا من دارم بهتون میگم، بنده خودم سرمایه گذاشتم تو این شرکت، سرمایه قابل توجهی گذاشتم که خودم تقریبا ماهانه دارم یه چیزی اولوش 300-400 دلار از این شرکت در میارم. بخوای حساب کنی یعنی تقریبا یه چیزی اولوش 120 میلیون گذاشتم که مایی 12 میلیون تومان، حالا به اون موقع که 4 تومن بود 40 تومن بود دلار داشتم در می آوردم، که الان که دلار رفته بالا خب مسلما هم درآمد من بیشتره، هم اصل پولم خیلی بیشتر شده. من قبل از اینکه بیام تو این شرکت سرمایه گذاری بکنم به مدت 5 ماه روی این شرکت کاملا تحقیق کردم، تیمش رو پیدا کردم، افرادش رو پیدا کردم، آدرسش رو پیدا کردم، شرکتش رو پیدا کردم، سبک کارش رو پیدا کردم، فعالیت کاراش رو پیدا کردم. بعد از اینکه مطمئن شدم از این قضیه، الان مفتخرم که بگم بنده 3-4 ماهه که در این شرکت مشغول به فعالیت هستم. حالا یه سوالی که هستش، این شرکت اصلا تو چه منطقی داره فعالیت میکنه؟ خب من الان بهتون توضیح میدم. ببینید شما تو کشور خودمون وقتی پول میذارید توی بانک، به شما یه سود ماهانه‌ای به شما داده میشه. خب این سوده از کجا داره میاد؟ ببینید شما با این پولایی که میذارید توی بانک میاد چیکار میکنه؟ بانک میاد میره ملک میخره، زمین میخره، برج میسازه، ساختمون میسازه. بعد از سودایی که از اونها میگیره یه بخش خیلی کوچولو به عنوان سود ماهانه مشارکت به شما داره پول برمیگردونه که این خیلی کوچیک و ناچیزه نسبت به اون درآمدهایی که اونا دارن. خب این شرکت هم دقیقاً بر همین پایه بانکی داره فعالیت میکنه. حالا اومده چیکار کرده؟ اومده گفته آقا شما سرمایه به من بده،
من با این سرمایه وارد بازار ارزهای دیجیتال میشم، شروع میکنم خرید و فروش کردن. بیت کوین میخرم، اتریوم میخرم، زیلیکا میخرم، آدا میخرم، سول میخرم، نمیدونم هر چی، سولانا میخرم، هر چی که باشه خرید و فروش میکنم. از این خرید و فروشه من به شما ماهانه سود میدم، ولی سودی که به شما برمیگردونم اون سود ناچیزه دیگه نیستش. من به شما 10% پول برمیگردونم. خب این 10% خب یه مبلغ خیلی قابل توجهیه دیگه، بسیار هم به نظر من کار منطقی و درستیه. شرکت تیرینوست یه تیم 15 نفره هستن که هر 15 نفرشون حداقل 13 ساله که تو بازار کریپتوکرنسی در حال فعالیت هستن و دارن کاراشون رو انجام میدن. یعنی از اولی که ارزهای دیجیتال مطرح شد تو دنیا، این شرکت، این افراد در حال فعالیت بودن. حتی قبل از اون توی بورس‌های وال استریت مشغول بودن. پس با این بازار کاملا آشنان و غریبه نیستن. برای همینه که میتونن یه همچین سودهایی رو به مردم برگردونن. حالا میگم توی ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم که وارد پنل بشیم، اصلا ساخت پنل چجوریه، ساخت اکانت چجوریه. شما توی حساب پنل کاربری خودتون میتونید روزانه مبلغ‌هایی که به شما تعلق داره و واریز میشه رو بهتون نشون میده. میگه آقا اگر قرار روزی $5 بگیری که من ماهی $150 به تو بدم، مثلا تو $1500 گذاشتی، من میخوام به تو ماهی $150 بدم دیگه. این واریز ها اینجوری نیست که همش جمع شه آخر ماه یهو پرداخت شه براتون. این سودها روز به روز برای شما تو حسابتون واریز میشه و روز به روز میتونید ببینید که این پول ها داره واریز میشه. این همون شفافیت است که براتون اولش گفتم. آقا ببینید من دارم براتون این پولا رو دارم کامل واریز میکنم. توی این صفحه یه نمایی از سایت تریدینگ ویو براتون گذاشتم. خب این کاریه که اون 15 نفری که بهتون گفتم میشینن تو این بازارها. حالا من نمودار بیت کوین رو اینجا براتون استثنا گذاشتم، شروع میکنن تحلیل کردن که الان بخرنش، بفروشنش، ثابت نگرش دارن، چی بخرن چی نخرن. این یه نمایی از تریدینگ ویو، سایتش هم هست tradingview.com که میتونید برید خودتون مشاهده کنید. بریم جلوتر. حالا میخوام براتون یه حساب کتاب ساده بکنم. ببینید من گفتم این شرکت رو من تایید میکنم. شاید خیلی ها قبول نداشته باشم، میگن اصلا تو کی هستی که داری برای ما تایید میکنی، ولی من به عنوان کسی که 7 سال زندگیمو تو این کار گذاشتم و چیزهایی که از این شرکت خوندم و یه مقدار کوچیکشو برای شما توضیح دادم، من قبولش دارم و خودم شخصا سرمایه گذاری کردم توش. حالا با هم یه حساب کتاب خیلی ساده و کوچولو انجام بدیم. ببینید شما تو بانک های داخلی، یعنی داخل کشورمون، اگر بیایید 100 میلیون تومان پول تو بانک بذارید، تازه من اینجا زدم 22% سود سالانه رو که اصلا همچین چیزی نیست. الان مثل این که میگم 15% یا 18%. حالا اصلا ما همون 22% در نظر میگیم. شما اگر 100 میلیون تو بانک گذاشته باشید، سالی 22% سود به شما میده. سودتون میشه چقدر؟ یعنی شما دارید سالی 22 میلیون تومان از بانک سود میگیرید که این سودتون رو بیایید تقسیم بر 365 روز بکنید، میشه روزی 60,273 تومان داره به شما میده که این روزانه است که این روزانه رو باید ماهش مشخص شه دیگه، ضرب در 30 بکنیم میشه 1,808,219 تومان. اصلا این به کنار، من میگم ماهی 1,900,000 داره به شما پول میده. خب چرا یه همچین کاری که شما 100 میلیون تومان پول بذارید که ماهی 1,900,000 بگیرید؟ خب من میام از این پیشنهاد به شما میدم، میگم آقا شما به جایی که بیایید 100 میلیون بذارید، یه سپرده کمتر بذارید، شما 19 میلیون تومان بذارید که این شرکت تیرینوست بیاد به شما ماهی 1,900,000 بده. با این تفاوت که توی بانک های خودمون شما باید 100 میلیون تومان بذارید که این سودو به شما بده، اما تو این شما باید 19 میلیون تومان بذارید که این سودو. تفاوتشو ببینید چقدر زیاده. شما 19 میلیون بذارید، 19 میلیون درست شد تا اینجا؟
با اون 81 میلیون دیگهش برید هر کاری که دوست داشتید انجام بدید. خب این که داره به شما همون سود بانک 100 میلیون رو میده، با این تفاوت که 19 میلیون گذاشتی، الباقیشو برو خرج کن. من همیشه دوستانی که ازم سوال میپرسن، من همیشه اینو بهشون میگم آقا اگر میخواید وارد این شرکت چید، این شرکت با مینیمم سرمایه، یعنی کمترین سرمایه که میتونید وارد شید $100، یعنی حداقل باید $100 بذارید که وارد این شرکت شید. میگم آقا اصلا شما با همین $100 بذارید 2 ماه 3 ماه سودی که دارید میگیرید و لمس کنید، اصلا ببینید واقعی هست یا نه. امروزی که دارم با شما صحبت میکنم دلار 54500 تومنه، یعنی $100 میشه 5,450,000 تومن. شاید برای یه سری از دوستان واقعا مبلغ سنگینی باشه، ولی با هزینه هایی که امروز داریم میبینیم واقعا پول ناچیزیه. شما 5 میلیونتون رو بیارید بذارید تو کار، ریسک کنید. ببینید شما بارها توی حالا فضاهای مجازی مثل اینستاگرام، مثل توییتر اینا خوندید بازارهای ارزهای دیجیتال چون یه بازار نوپایه و جدیده باید توش ریسک بکنید. خیلیا با این ریسک در کمتر از 6 ماه به میلیارد پول رسیدن، چون نوپایه. موقعی که این بازار بخواد اشباح شه دیگه مطمئن باشید سودش به من و شماها نمیرسه. پس الان که خیلیا نمیدونن این بازار چیه و چه خبره، وقتشه که آدم ریسک کنه. شما با سرمایه کم، با یه سرمایه 5 میلیون تومانی، 5,450,000 تومان وارد چی 2-3 ماه سودتون رو ببینید. یعنی شما ماهی 540,000 تومان دارید سود میگیرید. یه خوبی دیگه این که این شرکت داره، شما 10 ماهه اصل پولتون رو دریافت میکنید، یعنی الباقی که میمونه سودتونه. هر کاری میخواید با اون بکنید، میخواید بذارید اون تو بمونه، میخواید برش دارید، میخواید هر کاری بکنید، اون دیگه دست خود شما. 10 ماه اصل پولتون رو دریافت کردید. پس ببینید چه موقعیت خوبیه برای سرمایه گذاری. با وجود این که شما اگر مثلا 100 میلیون تومان بذاری، 100 میلیون تومان الان به دلارش اگه بخوایم تبدیل کنیم چقدر میشه؟ حالا هر چقدر ان تومن میشه. شما ان تومنتون الان با دلاری 54,500 تومنه. فردا اگر بشه 60 تومن، خب اون دلار ان دلارتون هم با همون میزان میره بالا، یعنی اصل سرمایه‌تون هم بهش اضافه میشه دلار چون داری. با این تفاوت که اون سودی هم که ماهانه میگیرید چون دارید به دلار میگیرید، به ازای نوسانات دلار نیز داره بهش اضافه میشه. پس از هر طریق بهش نگاه کنید برد شرایط. پس خواهشم اینه که دوستان به یه دید باز به این شرکت نگاه کنن. میدونم اتفاقاتی که افتاده تو این شرکت خیلی اتفاقات سختیه، چون گلد کوست رو دیدید، شرکت های دیگر رو دیدید، ولی این شرکت اسناد مدارک داره، پدر و مادر داره، آدرس داره، آدرسش هم در آوردم. آدرسش میشه 113 کمبریج سان فرانسیسکو، توی سان فرانسیسکو این شرکت 113 خیابان کمبریج، که اگر دوستانی که خارج از کشور دارن این ویدیو رو میبینن بتونن آمریکا برن به این آدرس. اصلا یه شرکت اوپنه، اجازه ورود میده، میگه اگر شما اشتراک داشته باشید، اکانت داشته باشید، سرمایه گذاری کرده باشید، اصلا بیایید محیط کار ما رو ببینید، بیایید ببینید تیم ما دارن چی کار میکنن. پس سند داره، اسناد مدارک داره و تاییدیه از اتحادیه اروپا و آمریکا رو گرفته برای سرمایه گذاریش کردن. مسئله بعدی که میخوام باهاتون صحبت کنم، این یکی از سوالات که خیلی از دوستان از من میپرسن، میگن آقا تضمین پولی که ما داریم تو این شرکت میذاریم، این تضمین پولش چیه؟ ببین دوستان من، هیچ جای دنیا شما برید هیچکی به شما واسه پول تضمینی نمیده. مثال براتون بزنم، همین چند وقت پیش مگه نیفتاد، مگه نریختن صندوق امانات مردم رو خالی کردن، دزدیده شد. خب در جوابش چی گفتن به مردم؟
گفتن اونایی که بیمه دارن برن خسارتشون از بیمه بگیرن، اونایی هم که بیمه ندارن حالا جز مالباختگانن تا ببینیم تکلیفش چی میشه. این که نشد، این که تازه یه جا تو کشور خودمونه دسترسی داریم، دادگاهامون هم این بغله. چه اتفاقی افتاد؟ مردم هیچی، مالشون رفت و سرمایه‌ای که رفتش، حالا این چیزی که اینا اعلام کردن غالب بر $1,000,000 بود رفت. حالا من میگم خیلی بیشتر از این حرفاست اصلا. پس حتی اونایی هم که تو اینجا شما دارید زندگی میکنید به شما تضمینی به بابت پول نمیدن. بیای تاریخ ایران رو نگاه کنید، چند تا بانک بستن، چند تا مؤسسه مالی و اعتباری بستن که پولای مردم توش بود. خب الان یه سری از دوستان میگن شما قبل از اینکه بانک بخواد باز شه یه سرمایه سنگین رو پیش بانک مرکزی میذاره، اگه پول مردم رفت پولای مردم بتونه برگرده. آقا اتفاق افتاد، پولای مردم هم ندادن. اما این شرکت میده، ولی متاسفانه چون ما تو این مملکت ایران تحریمیم، با ایران نمیتونید. چرا؟ شما پاشید برید خارج از کشور، برید اونجا ادعا کنید که بگید آقای بانک فدرال آمریکا، من تو این سایت داشتم، این اکانتمه، اینقدر پولمه، شما که تضمینش کردید پولمو میخوام، به شما میدن، ولی به شرطی که پاشید برید خارج از کشور. تو ایران متاسفانه دیگه شرایط همه میدونیم هیچی. ولی این شرکت این کارو برای مردم کرده که اطمینان خاطر رو به مردم بده. پس ببینید چه فرق بزرگی با شرکت گلد کوست داره. ببینید چه فرق بزرگی با شرکت گرین وی داره. اونا بی پدر مادر بودن، این همه چیش مشخصه، قابل رؤیته، شفافه، برای مردم گذاشته که ببینم. بعد اینو میخوام بهتون بگم، خب این از این، ولی اینم در نظر بگیرید که شما دارید یه فرصت دلاری میذارید. شما الان تشریف ببرید بانک دی، چون خودم شخصا سوال کردم، رفتم بانک دی دیدم زده افتتاح حساب ارزی. رفتم پیش رئیس بانک گفتم چجوری افتتاح حساب ارزی، سوداش به چه شکله؟ برگشت به من گفتش که اگر دلار داشته باشی سالی 1.75%، اگه یورو باشه 75%. یعنی شما اگر $5,000 تو بانکای خودمون مثل افتتاح حساب ارزی بخوابونید، تو سال شما $50 میدن، $100 میدن تو سال. ولی این شرکت داره 10% پولتو بهت برمیگردونه. موضوع بعدی میشه موضوع ثبت نام، که اصلا این خودش کاملا یه ویدیو کاملا سواییه که بعد مثل دوستان اوکیش کنم. اگر دوستان این صحبت‌های منو گوش دادن و دوست دارن یه موقعیت جدیدی تو زندگیشون اتفاق بیفته، رقم بخوره، برای سرمایه گذاری، برای کسب درآمد دلار، زیر همین ویدیویی که الان براتون گذاشتم یه کامنت بذارید، بگید من ایشالله تا یه چند وقت دیگه نحوه ثبت نام، نحوه سرمایه گذاری، آشنایی با پنل، تمام کارهایی که با پنلتون میتونید انجام بدید و براتون یه ویدیو میذارم، کاملا بهتون توضیح میدم که این شرکت اصلا چه شکلیه و چقدر خوشگل. اصلا پنل خودم هم بهتون نشون میدم که ببینید من یکی از حسابهای کاربریم چقدر پول توشه، بهتون نشون میدم. ایشالله تو این شرایط سخت با این نوسانات دلار با همدیگه بریم جلو تا بتونیم این سختی ها رو پشت سر بذاریم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، اولین کاری که میکنید یه لایک برای من بزنید که بدونم از این ویدیو استقبال شده. دومین کار، زیر همین ویدیو کامنت بذارید که دوست دارید براتون آموزش ثبت نام و نحوه ثبت نامو بذارم یا نذارم و نظرتون رو راجع به این شرکت به من بدید. ممنون که تا این لحظه با من بودید. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید همیشه سلامت باشید. فعلا خداحافظ.